عضله ساق پا یکی دیگه از عضلات اصلی پایین تنه است که نقش مهمی توی خیلی از حرکات ورزشی داره. توی این ویدیو بهترین حرکات برای تقویت عضله ساق پا رو بررسی می‌کنیم، هم برای باشگاه و هم برای تمرینات خونگی. شروع می‌کنیم با بهترین حرکات باشگاهی. اولین حرکت، ساق پا ایستاده با دستگاه یا اسمید. یکی از بهترین حرکات برای تقویت عضله ساق پا حرکت ساق پا ایستاده است. برای انجام این حرکت زیر دستگاه مخصوص ساق پا بایستید، طوری که پنجه ها روی لبه دستگاه قرار بگیرند و پاشنه ها آزاد باشند. حالا به آرومی پاشنه ها رو بالا ببرید و روی پنجه ها بایستید. بعد به آرومی به حالت اولیه برگردید. برای تأثیر بیشتر وقتی پایین میاید، پاشنه ها رو کمی پایین تر از سطح لبه دستگاه ببرید تا عضله ساق پا کامل کشیده بشه و دامنه حرکت کامل طی بشه. همین حرکت رو میتونید با دستگاه اسمیت هم انجام بدید. برای این حرکت یه زیرپایی یا هر وسیله مشابهی رو زیر این دستگاه قرار بدید. میله اسمیت رو روی شونه هاتون بذارید، پنجه ها رو روی زیرپایی قرار بدید و حرکت رو دقیقاً به همون شکلی که توضیح دادم انجام بدید. حرکت بعدی، ساق پا نشسته با دستگاه. برای انجامش روی دستگاه ساق پا نشسته بشینید، طوری که پنجه ها روی لبه دستگاه قرار بگیرند و پاشنه ها آزاد باشند. حالا با فشار آوردن روی پنجه پاشنه ها رو بالا ببرید. چند ثانیه فشار رو نگه دارید و بعد آروم پایین بیایید. برای افزایش فشار میتونید وزنه رو سنگین تر کنید یا حرکت رو با مکس بیشتری انجام بدید. حالا میرسیم به بهترین حرکت خونگی برای تقویت ساق پا. ساق پا تک پا، بدون وزنه، با جسم سنگین یا با دمبل. برای انجام این حرکت روی یک سطح صاف بایستید و وزن بدن رو روی یک پا بندازید. پاشنه همون پا رو به آرومی بالا ببرید و بعد آروم پایین بیایید. اگه میخواید حرکت رو سخت‌تر کنید، میتونید یه جسم سنگین مثل کوله پشتی یا دمبل توی دستتون بگیرید. برای حفظ تعادل میتونید از دیوار یا صندلی کمک بگیرید. اگر هم میخواید دامنه حرکت کامل‌تر بشه و پاشنه ها بتونن به طور کامل پایین بیاد، میتونید حرکت رو روی یک سطح بلند مثل پله انجام بدید. این بود بهترین حرکات برای تقویت عضله ساق پا. این ویدیو اگر براتون مفید بود حتما لایک کنید و نظرتون رو بنویسید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.